شاید همتون شنیده باشین که یوتیوب فارسی داره تموم میشه و بعضی از یوتیوبرها دیگه نمیخوان فعالیت کنن. بله درسته، اما ما میتونیم حلش کنیم. حالا میپرسی چطوری؟ قبل اینکه بهت بگم ویدیو رو لایک کن و دکمه سابسکرایب رو بزن. نگاه کنین این بازدیدهای من در یک ماه اخیر که از آلمان 31%، از آمریکا 10% و از ایران هم 28%. این بازدیدهای ایران باید بیاد پایین‌تر تا یوتیوبرها درآمد بیشتری بگیرن. و اگه بالای 50-60% رفت دیگه هیچ درآمدی ندارن یوتیوبرها. حالا میگین چطوری این باید بیاد پایین؟ الان بهتون میگم. بعضیا که اصلا بدون فیلتر شکن میان داخل یوتیوب که این کاملا اشتباهه. ما باید با فیلتر شکن خوب وارد یوتیوب بشیم تا گوگل نتونه آی پی ما رو تشخیص بده. حتی با فیلتر شکن معمولی هم ممکنه آی پی ما رو تشخیص بده. بیاید با هم این نکات رو رعایت کنیم تا یوتیوب فارسی با قدرت ادامه بده.